خبر فوری: جنگ شدید میان طالبان و نیروهای پاکستان در خوست. ساکنان محل خانه‌های خود را ترک کردند. سلام و وقت بخیر. خوست: منابع محلی میگویند که در منطقه علی شیر ولایت خوست جنگ شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی جریان دارد. منابع محلی شب جمعه 14 جدی به روزنامه 8 صبح میگویند که این درگیری حوالی ساعت 1:30 شب آغاز شده و تا ساعت 2:33 صدای فایر سلاح‌های سنگین در مرکز خوست نیز شنیده شده است. بر اساس گفته‌های برخی منابع مردم محلی به دلیل ترس از برخورد گلوله‌های هوان، نیروهای پاکستانی خانه‌های خود را ترک کرده و در هوای بارانی و سرد در بیرون به سر میبرند. تاکنون گزارشی در مورد تلفات این درگیری منتشر نشده است. همچنان هیچ یک از طرفین درباره این جنگ بیانیه رسمی صادر نکرده‌اند. پیش از این نیروها نیز در ولسوالی صبری ولایت خوست میان طالبان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده بود که به طرفین درگیر و غیر نظامیان تلفاتی وارد شده بود.